سوار تاکسی شدم، گفتم چه خبر از بحث اختلاس تو شهرداری؟ گفت پیاده شو، سوار تاکسی زرده شو. من تخصصم برجام بانکی و فیشای حقوقیه. اگه راجع به سیاست خارجی بحثی داشته باشی صبر کن، الان رفته مسافر برسونه برمیگرده. خیلی حسودیم شد. کاش منم تو برنامه فقط یه بدبختی داشتم. ولی هر بار باید راجع به بدبختی‌های نظام تو سوریه و یمن و باقی کشورهای منطقه و برجام 1 و 2 و 3 و سگ دعوای مقام عظما با حاجی رفسنجانی و فضاحت امضای یواشکی کاپیتالیسیون جدید توسط همین حاجی روحانی اینا بگم قلبم میگیره به خدا. فقط یه کسی هست که منو تسکین میده، مهمون گرامی برنامه جناب آقای دکتر بزنبادره که عکسشو گذاشتم تو جیبم که هر وقت یاد بدبختی میفتم نگاش میکنم، دردم فراموشم میشه، میفهمم از من بدبخترم هست. اگه من با این سوالات دخلم در اومده این بیچاره باید جوابش بده. آیا دکتر خیلی خوش اومدین به برنامه. البته حق با توه، ولی مردشور معرفی کردن تو ببرن. هر دفعه یه سیخی سقلبه چیزی تو کارت هست که آدم دوست داره با کفگرگی پاسخ مناسب رو بده، ولی تا دفعه بعد دوباره دل آدم رو به دست میاری. مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که 2 تا رفیق میخواستن با هم برن شمال، ولی حرفشون شد جدا شدن، هر کی را پی کار خودش. یکیشون دید حیف این موقعیت از دست بده، زنگ زد به رفیقش، گفت اشتباه کردم ببخشید. طرف گفت دم دستت لیوان داری؟ این گفت آره. رفیق گفتش که محکم بکوبش زمین، اینم کوبید. بعد رفیقش گفت حالا که اون لیوان 1000 تیکه شده میتونی تیکه هاشو جمع کنی و به هم پیوند بزنی و دوباره بسازیش. طرف گفت نه، لیوانم استیل بود نشکست. رفیقش گفت مردشور تو ببرن، از دستت چه خاکی به سرم بکنم، غروب بیا دنبالم با هم بریم. روشن شد یا همچی بذارم که عین لیوان تیکه تکی بشی. وقت نداریم آقای دکتر، سریع میرم سر بدبختی اول. ببخشید سوال اول، این داستان برجام بانکی که میگن خیلی افتضاحه چیه؟ میدونم که یه بار بهش پرداختیم، ولی سوالات بسیجی ها بیشتر شده که کمتر نشده. خب بسیجی ها رو ولشون کن، 10 بار دیگه هم بحث بکنی تو مخشون نمیره. جواب و تریت هم که بکنی بذاری جلوشون باز نمیفهمم. مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه رفت داروخانه، گفت از همون شربتی که قبلا به داداش هم دادیم میخوام. دکتر پرسید اسمش چی بود؟ مشنگه گفت سبزلی. سبزلی خنگه رو میگین؟ آره. بذارید بحثشو بذاریم برای بعد. برگردم به برجام بانکی. هیچی، حاجی روحانی رفته توافق سری کرده که هر کی رو سازمان ملل تحریم کرده تو خود ایران هم تحریم کنه، داراییاشون رو مسدود کنه. یعنی الان قاسم سلیمانی و جعفر اینا نمیتونن از بانک $10 بگیرن؟ نه، کشک هم نمیتونن بگیرن. الکی که نمیگن خود تحریمی. آیا دکتر شما از این کاپیتالیسیون زهراگین خبر داشتی و چیزی نمیگفتی؟ بابا دلت خوشه، تو به من پیله میکنی. چرا عظما رو نمیگی که از اولش تو جریان بود، جین کم نزده، زیرکی رفته جلو، تا الان گندش در اومده. بدبخت بیچاره دست و پاشو گرفتن، همینطوری برجام میریزن تو حلقش. این بدبخت قرار بود یه بار امضا کنه تموم بشه، بعدیاش هم میزنن جلوش، بازم چیزی که میخواد گیرش نمیاد. همه دعوا همینه دیگه، الکی که نگفتن جام زهره کی. مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که کارمنده به رئیس شرکت گفتش که ماشین جدیدتون مبارک، خیلی قشنگه. طرف هم گفت اگه برای خودت اهداف بزرگتری مشخص بکنی، اگه تمام تلاشتو برای رسیدن به این اهداف انجام بدی، اگه بیشتر کار بکنی و کیفیت کارت هم ببری بالاتر، سال دیگه میتونم بهترشو برای خودم بخرم. روشن شد یه همچین رنگ سفید قاطیش کنم. آیه دکتر، بحث بعدی در مورد پیشرفت بی سابقه نجوم توی نظامه.
همینطور کشفیات جدید نجومیه که تو نظام رو میشه. از اختلاس نجومی شروع شد رفت تا فیشای حقوقی نجومی، حالا هم که املاک نجومی کشف شده. با این سرعت دست رو کردن همدیگه به ضرر کل نظام نیست. اینا حالشون نیست دارن چه غلطی میکنن. خیلی مختصر بگم که حاجی رفسنجانی رو 20 مقام عضو 21 رو کشید. عضو گفتش که حقوقای نجومیتون رو برگردونین، این طرف هم برگردوندن، تو صورتش دزدی ملک و املاک شهرداری و قالیباف و اینا رو کردم. یعنی به عضو گفتن نجومیش به نجومیش در، املاک هم به حقوقات. همون داستان ساده ولکن تا ولکنمه دیگه. تو هر جای داستان که وارد میشی بدبختی هست. از اینم بگذاریم حاجی رفسنجانی گفت برای رابطه برقرار کردن با عربستان ما خودمون دستمون رو دراز کنیم، ولی مقام عظما پنبهشو زد. چرا اینطوره؟ مگه موقع بدبختی اینا نباید دست همدیگه رو بگیرن؟ از قدیم گفتن زمین که سفت میشه گاوا به همدیگه شاخ میزنن. از طرف دیگه هم اینطوری نیست که نظام همش بدبختی داشته باشه. بالاخره از این بدبختی تا اون بدبختی رو بهش میگن خوشبختی. دکتر یه زمزمه هایی به گوش میرسه که ما هم مثل ژاپن و آلمان بعد از جنگ جهانی دوم که شکست خوردن نیروی نظامی رو تعطیل کنیم و پولش خرج کار دیگه بکنیم. منظور از این داستان چیه؟ کی این موضوع رو باد میده و جار میزنه؟ مگه نظام شکست خورده؟ اینو حاجی رفسنجانی جار میزنه. منظورش هم زدن فک مقام عظماست. کجا اینو میگین؟ پس سپاه و نیروی انتظامی برای نگهداشتن عمه مکرمه مقام عظما بوده. عظما همه فلاکت ها رو میکشه که دم و دستگاه سپاه رو قوی بکنه، بعد بذاره از همینا کم بکنه. کی؟ آقا رو مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه باباش مریض شد، زنگ دادن آمبولانس اومد، کل خانواده سوار شدن، آمبولانس همینجوری آجیر میزد، اینا هم دست میزدن و شادی میکردن. دکتر پرسید مریض کدوم یکیه؟ مشنگه گفت مریض بابام بود، حالش خوب نبود نیومد. روشن شد یا چی بذارم که تو آمبولانس هم با دستنان رو شادی کنم بری تا وسط بیمارستان. دکتر خیلی عذر میخوام، شما همجور کشکی مقام عظما رو مریض میکنیم بیچپونی تو آمبولانس. برابر خراب کردی یه چیزی هم میخوای فلک زدن هر دفعه آخر برنامه یه چیزی بارش میکنه. من مقام عظما بیروز داشت بودم بذاری به حال خودش بمیره.